خیلی خیلی خوشحالم که در میون شما هستم. این دومین باره که اینجا اومدم. این شهر و این استان فرهنگی است. استانی است که افرادی که در اینجا زندگی، انسان‌هایی که در اینجا زندگی می‌کنن فرهیخته است. اهل کتاب هستن، اهل مطالعه هستن و سر و کار با ادب و هنر و فرهنگ دارن. فرهنگ در این نقطه ایران خیلی خیلی رشد داشته و افراد این نواحی بسیار انسان‌های با شعور و با فرهنگی هستن و من خیلی اینجا رو دوست دارم و خیلی بسیاری از ادبا، بزرگان، شاعرها، خیلی انسان‌های فرهیخته در مملکت ما از این ناحیه بود. یکی از اولین عواملی که تأثیر داره در کار خلاقیت هنری، حالا در هر هنری، چه موسیقی، چه نقاشی، چه نویسندگی، چه فلان، چه تئاتر، چه سینما، سواده. اون کسی که به کار هنر میپردازه باید با سواد باشه. سواد نه به معنی خوندن نوشتن، سواد به معنی آشنایی با ادب و فرهنگ و هنر و به خصوص ادبیات. یکی دیگه از نکته هایی که در ارتباط با رمان و نوبل با تئاتر هست اقتباس در کار ما بسیار بسیار مطلوبه اگر خوب صورت بگیره. الان ما رمان های این همه سریال های آبکی ساخته میشه به جای اون، اگر به رمان های همین رمان های فعلی ادبیات خودمون از دورانی که شروع شد، یعنی از دوران اواخر قاجاریه تا امروز، این رمان هایی که ما داریم اگر نگاه بکنیم کارهای بسیار خوبی تو اینا هست که میتونه به صورت یک کار طولانی دنباله‌دار خیلی خوب در بیاد. حتی اگر سرمایه‌گذاری جدی روش بشه، این میتونه پخش دیرونی و خارجی هم داشته باشه و درآمدزا باشه برای تهیه کنندش. ولی این که من عرض میکنم اقتباس و توجه به ادبیات به خصوص رمان و نوبل به این خاطره، هم برای شناخت انسان ها هم برای اقتباس. خیلی